جشن زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک. السلام علیکم. سلام دوستان عزیز، بیننده های عزیزی ما. امروز جماعت تبریکاتی شهنان در دهه میرانخور شهر سمرقند برای تبریک کردن جشن زادروز شیرقلبابا و خاندانشان مهمان هستیم. امروز از نام فرزندان عزیز، از نام گلجمالایتی شهر یارکه، شاد یارکه، از نام کلین و دامادها، نبیره های عزیز، پدر عزیز خاندان را در جشن زادروزشان تبریک میکنیم. همراه شمایان به هم میبریم. با ما باشید. با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. مادران عزیز، السلام علیکم. مردم بالا دیده و بالا نشین، مردم مهنت و مهمان دوست میرانقل عظیم و مهمانان این خانواده، مردم سمرقند عظیم ما، همه شمایان را با امروز جشن زادروز پدر عزیز خاندان شیرقلمک خوش آمدتان میگوییم. اگر بملال باشیم برای شیرقلمک، برای جمیله خاله حتی خرسک میزنیم، به نظر تکلیف میکنیم. مرحبا مرحبا. جمیله خاله مرحبا، شما را نیز تکلیف میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. شیرقلمک زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگوییم. جمیله خاله مرحبا، بید پیششان به نزدیکتر. پدر خورشید، پدر مختون، پدر یک اختر. شیرقلمک زادروز مبارک، روز تولد را، امروز میلاد عمر را برای شما مبارک باد میگوییم. شیرقلمک امروز چند ساله شده؟ 60 سال. نه علاقه همه خیلی سال عمر گذشت می. ما خیال کردیم یا 18 ساله یا 20 ساله. همه خیلی حالی نوجوان، حالی بردم، حالی صحت سلامت. اینا سیرش در چی میدونید می؟ در آن که مهنت حلال کردید. سیرش در آن که باغبانی و دهقانی کردید و مهنت حلال با دعای نیک مردم فرزندان را با وای رساندید. امروز شما را از نام 3 جگربند عزیزتان، از نام 2 شاپسر و 1 دختر نازنین، از نام کلین و دامادها، نبیره های عزیز و البته از نام مادرجان عزیز خاندان جمیله خاله تبریک میگوییم. از نام گلجمالایتی شهر یارکه، شاد یارکه و از نام دادرتان ادکیرکه، از نام جیانها زمانگیر جهانگیر البته شما تبریک میگوییم. فرزندان میگویند ما فرزند هستیم، ما بچه‌ام درآییم، چقدر سالمان کلان شودم، در چشم پدر مادر کودک هستیم، انا همون فرزندی خردسال هستیم و در چشمانشان نگاه کرده ما دوست می داشته گامایا، نغز می دیده گامایا، در چشمان پدر نگاه کرده گفتن نمیتونیم، لیکن دوست می داریم شده. نبودنشان را در این حیات تصور کرده نمیتونیم. از خردی ما قهرمان زندگی ما هستند. مهنتی حلال کردن، شب و روز دهقانی کرده، باغبانی کرده، با مهنت حلالشان پدر و مادر ما را با وای رساندند. همیشه صحت سلامت گردند، درد و غم زندگی را هیچ وقت نبینند. دعاگوی ما باشند. پدر عزیز من امروز
60 سالگی یوبیله خود را جشن گرفته ایستادند. خدا کند که دمی پیری و دولت پیریت یادو همراهی مادر عزیزم صحت سلامت حاجیانم و حاجی بابا شده در سر ما دعاگویش نگردند. برای پدر عزیزم برای شاهستان خاندان من رسانید که ای پدر جان خاک پایت می شوم. ای پدر جان خاک پایت می شوم. وقتی پیری من اسایت می شوم. با همه دار و نداری زندگی روی حولی کفش پایت می شوم. پدر عزیز زادروزتان مبارک. فرزندان میگویم با یک آواز پدر تو کوهی بر آسمان ما کوه پاره ایم. تو قله بلندی و ما همچو پاره ایم. بیرون شدن زی راه تو بر ما فلاکت است. تو مثل راه آهنی ما چو قطاره ایم. در فکر زندگی ما آب و ادا شدی. تا ما شدیم با پا تو خود درد پا شدی. سر تا با پا پندی و دنیای حکمتی. بیمیسل بر بزرگی و فیض و سخاوتی. چون تیر ماه می دهی تو آخرین ثمر. ای باغبان عمر ما بر ما غنیمتی. پدر مادر ما در خاندان ما همچون فرشته و دعاگوی و البته قبلگاه ما فرزندان هستند. هر صبح سحر میخیزیم میبینیم پدر مادر صحت سلامت هستند. برای خداوند کریم که برای ما این خیل پدر مادر را عطا کرد شکرانه‌اش میگوییم. همیشه دعاگوی ما باشند و البته هیچ وقت بیمار نشوند. دوست می‌داریم شما همیشه صحت سلامت گردند. خدا خواهد به زیارت کعبه الله هر دوی آنها را برای ما نصیب کند گفتند. البته برای پدر عزیزی خاندان و برای مادر جان مهربان یک کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. تمام روی دنیا تن گرفتند. برای هم پدر برای هم مادر عزیز البته کتاب قرآن را پیشکش میکنیم. مرحمت زادروز مبارک. جمیله خالا امروز بایرام مبارک باشد خانه‌تون با هر مرد به آن درجه های بلند رسیدنش به البته در کفای آن زن می‌ایستد. زن بزرگترین شخصیت است. زن آن نفری که جانش را به خطر گذاشته فرزندان را به دنیا می‌بیارد. 9 ماه 9 روز به باطنش گرفته تا همین دمی کلان شدنش با مهر و محبتش با وی میرساند. امروز روز خرسندی را مبارکباد میگویم. جمیله خالا چند سال شد آیله بستگاتان با؟ 40 سال شد. بابانی 40 سال با. فقط هشتمی مرد به توفه میکردن می گلدسته یا هر روز می؟ هر بگونی. امروز حالی نصف روزی از پیشین است. برای شما گلدسته است. فقط که خودش هم کنیم ببینیم که پیش مهمانا با تقدیم میکنن بینیمی. مرحبا گلدسته برای پدر میسپاره مادر رو میسپارن. مبارک باشد. در کلامک برای جمیله خالا میسپاره. زادروز مبارک. جمیله خالا همین در درون گلدسته ها تلای و زنجیر و چیزا بود می یا فقط پول دسته بود می؟ همه چیز است. همه چیز. پول هم میابیم، تلای هم میابیم. تلای هم ماندگی. پدرست مادرست. امروز از نام همین شاهستان خاندان برای شما انگشترین طلا است. البته خودشون میسپارند دستاتون رو میگذرانند. گواهی مهمانان با مرحمت تقدیم میکنیم انگشترین طلا را. مرحمت مبارک باشد. مبارک باشد. زادروز مبارک. جشن 60 سالگی یوبیله را برای شما مبارکباد میگویم. چرخلمک از نام نبیره های شیرین که از دانکش هم مغزش شیرین میگویند. از نام زمان بانو، شخ نبانو، شهر زاده، محمد شاه، پری زاده، دلشاد بیگ شما تبریک میگویم. مبارک باشد.
از نام همسایه ها، از نام تمام امروزه مهمانان شما را تبریک میگیم. مبارک باشد. Улетает время и бегут года. Бурный молот. شرخورامه از زادکش هم مغز شیرین میگویند در بحر و برم گوهر یک تاس نبیره در باغ سخن بلبل گویاس نبیره. امروز خداوند کریم تحفه بی‌بهاترین رو برای شما تحفه ساخته است. عبدالفتاح جشن زادروز داشتین، یک سالگی اش را خدا کند مانند خود خودتان انسانی اصیل، انسانی خاکسار شده به وی رسد، نامبردار پدر و بابا شود. البته بعد از ختم مکتب صاحب معلومات عالی شود و نام بابا، نام آنجان را همیشه تمام روی دنیا مشهور کند. از پشتی تلویزیون تماشا کردن بگید که همین نبیره من دعا دادم و این نبیره من است گفته از پشتش فخر کردن برای شما نصیب کند میگیم. البته عبدالفتاح همینجا می خودشان نزدیکتر بیارید پیش بابا جان صاحب. زادروز مبارک. امروز روز خرسندی را مبارکباد میگوییم. چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشی. زادروزش مبارک. خودشان کجا رفتن؟ شادیارکه. امروز عبدالفتاح را به دست خود گرفت و میخواستیم قیچی کتاب اگر تیار باشد، اگر یک تا مراسم کاکل بیرانش را گذرانیم. جمیله خاله قیچی کتاب تیار باشد، اگر کاکل بیرانی امشب عبدالفتاح را برگزار کنیم. بعد از آن شیرینی را میبریم. ادکیر بابا مرحمت شما را نیز تکلیف میکنیم. ادکیر بابا، ادکیر بابا مرحمت. یک جای دو بابا ها کاکلانش را قیچی میزنند و البته نیت میکنند عمرش دراز شود. تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم خدا دادن نعمتم شاعر خونم ای محبتم پیغمبر امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی من منی بی جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی تمامی من بختی بر دوامی من مرحبا. شرخورامه قیچی رو میگیریم کاکلانش را قیچی میزنیم. بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم خواهی کلان شوی عالمی زمان شوی شخصی مبارک باشد. زادروز مبارک. امروز جمیله خاله بعض بالای بعض است. روز خرسندی است. میخواستیم همه هماما یک تا اول سوال تیم کنیم. من 40 سال پیش جمیله خاله پیش شده آمده همین درگاه با 40 سال پیش مراسم تارتپوری بود می نمی نبوده؟ از گفتنی ها شد معلوم که نبود. ارمان بود در دل مادر. همین روز ارمان های یک جای عملی میکنیم. هر دویتان اول شیرینی رو میبرید، بعد از آن همراهی عبدالفتاح شیرینی رو میبریم، بعد از آن تناول میکنیم. مرحمت تارت ها رو نزدیکتر میبیاریم. زادروز مبارک باشد میگویم. مرحمت. С днем рождения! زادروز مبارک. مرحمت. مادر مادر یک جای شیرینی رو میبریم. شما کنیم کنیم. День особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши. Ничего не надо больше, просто Мубарак быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения!
только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы нас... Serqulamak nabira ro ba dast megirem. Abdufattor padar modonashon ham nazdiktar meistan. Shahriyor aka hamrohi yangaposhon nazdiktar meistid. Jamila xon marhamat. Nabira aka torta mebrem akno. Льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Zodro'yz muborak. Днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Muborak bo'lsin. Zodro'yz muborak. O'tkiramak. Yaxta xushro'yim tabrik mukunem barodar dar jashni Zodro'yzashon. Chorqator she'r ashkati marhamat. عمری دراز نکنم خوشا پیشات اساسی نیت ها نمید تشکر میگویم و البته از گل جمالاتی سر میکنیم سخن های تبریکاتی رو مرحمت خوش آمده به خونه ما قدم صد دورم بختمون سال باشم یک شعر خوش رو خونه دارم بیمم صد دورم خشت یک هفته باشم پیشتر تبریک کردم Onam kadi babam saddadılar. Babam yüzge kirsinler, anam yüzge kirsinler. Ukamın toylarıyla ham vaqt sağlasınlar. Dadam buyim baxtlashavan. Sadda duran. Xo'shafir shavan. بابایم ساق سلامت ساق سلامت کردم خیلی صد نکو خیلی 85 خوش آمده مهمانان عزیز برای درگاه و هیچ چیزی ندید باشد نیتش برسد همین روزا همه باید علم نصیب کند ساق سلامت باشید Assalomu alaykum mehmonon. Xush omadi hammaotun ba dargoh. Rahmat kalon xush omadi. Iloyim sadda duran baxtimoda sog' bo'lsin. Baxtimo nevaroshim hamon sog' bo'lsin. Rahmat. rahmat salomat boshlan Jamila xola balandligi Zodro'yz شما هم بوده است من امروز همراهی شهرقل بابا تا در اومد صحبت کردیم گفتن که خدا با شکر که ما آیله بستیم برای ما این خیلی فرزندان را خداوند تحفه ساخت اگر چرخی فلک باز برگشته ما به دنیا باز بیاییم و همه خالجانت هندوستان باید من افریقا به تولد شوم کافته رفتم میابم و باز آیله میبندیم چون گفته که وقت برای همه فرزندان عزیزم برای آیله خوشبختم گفتن حتی قرصک میزنیم برایشان زادروز مبارک روز تولد رو مبارک باد میگیم اکنون نبیره ها زمانه شخینه بانا شهریزاده محمد شاه پریزاده دلشاد بکن باشان تبریک میکنن می مرحبا
السلام علیکم به همتون. امروز روزی بابام و آنم شده سوسر. من آنها را تبریک میکنم. رحمت سلامت باشن. کیم آمد؟ کلین ها مرحمت. خوش آمدید دوستان، باری دیگر بیایید. جای شما عزیزان بالای دیده ما. خوش آمدید همتون. السلام علیکم مهمانان میزبانان. من امروز تولد ملامک جانم شده ایستاده است. ایلا همه وقت در سلامت ساخت سلامت باشن. دنیا به چی نیکی هست همش برای شما. وقتی ما وقتی و نبرو به همه وقت ساخت سلامت گردید. السلام علیکم همتون. خوش آمدید. ملامکم بیمار سلام به ساخت سلامت گردن. دیوشانم صد بدرایید. رحمت سلامت باشن. اکنون جمیله خاله با راهبری شما مادران را با راهبری شهرکلمک امروزه دوستان و خویش تبارو رقص به تکلیف میکنیم. در این کاشانه زیبایتان روزهای خرسندی شود. این دفعه آمدگان ما از زیارت کعبة الله آمده پیشواز گرفتن شمایان نصیب کند. میگویم مرحمت سرودهای شوخ و رقصی برای شمایان. مرحمت معلمه خالق پاور. السلام علیکم مرحمت. السلام ای دوستانم، السلام نوری دیده تاج سر ای همدیارانم سلام. السلام علیکم برادران عزیز، خواهرکان مهربان، عروسکان دور آرا. من امروز در این درگاه بزم است که هرقل جان با همراه کلن مولا زادروزشان را اینجا گذرانده ایستادیم. من از نام تمامی اهل علمین دهه میرانکل شرقل جان و جمیله کلین را از ضمیر قلبم تبریک و مبارکباد می نمایم. به اینها صحت سلامتی عمری دراز آرزومندم. بگذار می خواهم که هر دوی اینها چون آفتاب درخشان باشند و نورهای گرم خود را فقط در سر عائله خود پاشند. به هر دوی اینها می گویم که چو سعدی پیر گردد خم نبینید، چو حافظ شاد باشد غم نبینید، چو سینا عاقل و فرخنده باشد، چو جامی بردل و بردیده باشد. زادروز مبارک باشد، هر بیتان هم زنده باشد در طوله علمین فرزندان. و باز در اینجا یک زادروزی نبیره عزیزی ما شده استاده است. من این پدر و مادر علمین عبدالفتاح جان را از ضمیر قلبم تبریک و مبارکباد می نمایم. من امروز پروین بانو با همراه همسرش نبیره عزیزی دادره که من عادل جان را که مهری وی دائما در دل ما جا است. عادل جان چنان عادل جانی زیبا بود که در دل همه مهر خود را جا کرده رفت. از نام تمام اولاد انمین عادل جان اینا انمین کودکک را و پروین بانو و همسرش را با روزی زادروز تبریک میگویم. بگذار امین عبدالفتاح یک انسانی حقیقی شود که ما اهل ده گوییم که عبدالفتاح نبیره شرکل و نبیره عادل جان زیبا است. از همین گودک کلان شود، صحت سلامت باشد و در حیات راه خود را یافته رود. به همه شمایان عزیزان میگویم انمین اهل دیهه میرانکل زنهای زیبا همه شمایان را با روزی زنان دیهات که 15 اکتبر جشن میگیریم تبریک می نمایم. به همه شمایان صحت سلامتی عمر دراز آرزومندم. بگذار همه شمایان چون گلهای بهاران شکوفان باشد حضور فرزندکان خود را بینید. به جمیله و شرکل میگویم که الها کعبة الله رفتن نصیب و عطا گرداند. پیرهایی بدولت شوید. خدا چه قدری که عمر دادگی باشد انمین عمر را با همراهی فرزندان خود خوش و خرسندانه گذرانید. و از نام برادر عزیزم شرکل جان همه شمایان را به این درگاه خوش آمدید میگویم.
خوش آمده دوستان کرده شاد ما را خوش آمده دوستان کرده شاد ما را تبریک می نمایم با این زادروز شما را در کوه مهربانی دوستان قدم گذارد در کوه مهربانی یاران قدم گذارد تا اینکه باز بینیم دیدار آشنا را جای شما رفیقان بالای دیده ما جای شما رفیقان بالای دیده ما حسن شما منور بنموده این بنا را برای دقتتان تشکر حسین جان با شما نیز فرزند عزیزم و امین کلکتیو شما صحت سلامتی آرزومندم بگذار دائما سربلند باشد فرزند عزیزم فقط در روزهای نیک خدمت مردم کنید زرخ جان و سمندر جان هر دوی همین شمایم زنده باشد صحت سلامت باشد در روزهای نیکی دیهه میرانخور خدمت کنید پیر کوی بدولت شد با همراه مادر سینا پیری بدولت شد زرخ جان سمندر جان از یک جای نیک یک عروسی نازنین به همین عطا کند برای دقتتان تشکر رحمت تشکر میگویم معلم عزیز برای چنین نیت‌های نیک و صمیمانه هزار رحمت و البته مرحمت از صحنه رفتنش نیست سرودهای شوخ رقصی برای شمایان همه کسا یک جای میخزیم برای تبریک امشب صاحب جشن‌ها میرقصیم و خرسندی میکنیم زاد روز مبارک باشد میگویم مرحمت başındaki taç Küy alenge yere dil kıraş Baktı davulaş devrelerde oynasın onam Karıştadık yayıp kırıp kulaş devrelerde oynasın onam Balım diban olar fidai arsuları baktır semavi Balım diban olar fidai arsuları baktır semavi Yar o yüzlüğüm güzel rami devrelerde oynasın anam Yar o yüzlüğüme güzel rami devrelerde oynasın anam Olmaz bahadır, alı duasiye her nege kadir Bolu cecadır ve bilmez bahadır, alı duasiye her nege kadir Kısmet değe, kolay mı hasir, devrelerde Başını giyip kayım kullu devrelerde oynasın anam Başını giyip kayım kullu devrelerde oynasın anam Hakkı davranat başındaki taç Küy alenge yayradın kıraş Hakkı davranat başındaki taç Küy alenge yayradın kıraş Shut
حسینم بینایم بی کسم گرفتارم امان گلم اینک بیننده های عزیز، تماشابینان و البته مخلصان عزیزی ما، امروز جماعی ما در دهه میرانکول برای تبریک کردن شیرخرمک در خاندانشان مهمان شدن. لحظه های زیبای خورسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. میگوییم خود را احتیاط کنید، با ما باشید و البته همیشه در پناه خداوندی کریم باشید. سلام میرسانیم به تمام مخلصان که از تمام روی دنیا ما را میبینند.